الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، این لحظه میخواهم چند جمله برای شما بیان سازم. امروزها ما میبینیم در روی دنیا چقدر فسق و فساد، چقدر گناه و معصیت زیاد است که اکثر مسلمان و مسلمانزاده در راه گناه و معصیت، در راه خیانت، در راه بدی ها رفته ایستاده اند. من این لحظه می خواهم این را برای شما بیان کنم که وظیفه هر یک کدام من و شما، برادران بزرگوار من، این چی هست؟ امر معروف و نهی منکر است. وقتی ما می بینیم که یک انسان، یک مؤمن، یک مسلمان در راه گناه است، در راه معصیت است، برای ما ضرور است، برای ما لازم است، برای ما واجب است که اون شخصیت را از کار گناه منع بداریم. رب العالمین وقتی که در قرآن ما و شما امتهای اسلام را وصف می کند، می فرمایند که استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت محمد صلی الله علیه وسلم، شما بهترین امت هستید در بین تمام امتهای گذشته. وظیفه شما امر معروف و نهی منکر است. وظیفه شما یعنی مردم به سوی نیکی دعوت کردن و از کارهای بد منع داشتن است. یعنی هر کدام ما و شما، برای ما ضرور و لازم است که مردم به سوی نیکی، به سوی خوبی، به سوی عبادت بندگی خدا دعوت کنیم و از کارهای بد مردم منع بداریم. در صحیح مسلم از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است. حضرت می فرمایند که من شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. شخصی ببیند که یک انسان در راه گناه است، باید که به دستش او انسان گناه کننده را از گناه منع بداره. فإن لم یستطع فبلسانه. وقتی به دستش نتوانست، جناب پیغمبر گفتند که به زبانش باید انسان گناه کننده را از گناه منع بداره. فإن لم یستطع فبقلبه. وقتی به زبانش نتوانست منع داشته، باید که انسان به دلش عملی بدی و یا گناهی و یا لحظه نافرمانبرداری و بد ببینه. جناب پیغمبر گفتند و ذلک اضعف الایمان. اگر انسان سه خصلت را نداشته باشه، به دستش انسان از گناه منع نداره، به زبانش یک شخصیت از گناه کردن منع نداره، به دلش عملی بد، لحظه گناه کردن یک شخصیت بد نبینه، جناب پیغمبر گفتند این انسان خیلی ایمانی ضعیف و کمرنگی داشته است. شیخ سعدی هم می‌فرمایند که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. یعنی برادران عزیز بزرگوار، ما و شما وقتی می‌بینیم که برادران مسلمان ما، برادران مؤمن ما در راه گناه و معصیت می‌روند، اگر ما خاموش استیم، اونها را از گناه منع نداریم، خیلی برای ما گناه بزرگ است. که وظیفه هر یک مؤمن و مسلمان این چی هست؟ مردم به سوی حقیقت، به سوی عبادت، به سوی نیکی ها دعوت کردن، از کارهای گناه و معصیت و نافرمانبرداری مردم منع داشتن. در آخر همه شما را، برادران بزرگوار من، برادران مسافر و مهاجر و تمام دوستان و مخلصان بزرگوار من، همه شما را به خدا امانت می سپارم. از پروردگار امید دارم که پروردگار را دعاگو هستم که در دو عالم سربلند و سعادتمند، خوشحال و خوشبخت باشین. خداوند هرگز خواری را نبینین. پروردگار هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشه، به مراد و مقصد خداوند شما را برسانه و خداوند همه ما و شما را خاتمه به خیر بگردانه. از شما هم التماس دعای خیر دارم، در حق بنده هم دعاگو باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.